چمپیون تاجیکستان استقلال دوشنبه بار اول در تاریخ خود و در تاریخ فوتبال تاجیک به مرحله یکشت فینال جام قهرمان‌های آسیا آیفکا 2021 روی یافت. در دور ششم و نهایی در گروه ا در منطقه غرب استقلال از باشگاه الملک ازبکستان با حساب 1-2 شکست خورد، ولی با این وجود در این گروه جای یکم را به دست آورده به مرحله بعدی مسابقه راه خط گرفت. رقیب اساسی استقلال دسته الهلال از عربستان سعودی نیز در دوره نهایی با حساب 0-2 از دسته الشباب الاهلی از امارات متحده عرب شکست خورد. بعد 6 بازی هم استقلال و هم الهلال هر دو 10 امتیاز داشته، ولی قهرمانان فوتبال تاجیکستان از حساب نتیجه های بهتر در رقابت مستقیم با این دسته سعودی 1-3 و 4-1 جای اول را گرفت. در مرحله یکشت فینالی جام قهرمانی های آسیا استقلال با دسته مشهور ایرانی پرسپولیس که سال گذشته به مرحله فینالی این مسابقه راه یافته بود وارد رقابت می شود. بازی بین آنها قرار است 13 یا 14 سپتامبر در دوشنبه دایر شود. در مرحله یکشت فینال در منطقه غرب روزهای 13 و 14 سپتامبر همچنین دسته شارجه از امارات با دسته دیگر از همین کشور الوحده وارد رقابت می شود. استقلال از ایران در مقابل الهلال از عربستان سعودی به میدان می براید و دسته دیگر از سعودی النصر با دسته دیگر از ایران با نام تراکتور میدانداری خواهند کرد. دسته های داوطلب در لیگ چمپیون های آسیا در 10 گروه در منطقه شرق و غرب در هر کدامش 5 گروه تقسیم شدند. به دور 8 نهایی غالبان این 10 گروه و 6 دسته صاحب جای دوم که نتیجه از دیگران بهتر به دست آوردند راه یافتند. استقلال دوشنبه در پایان سال 2007 تأسیس یافته الکی سال 2010 توانست یک باره 3 جایزه اساسی فوتبال تاجیکستان هم عنوان قهرمانی، هم جام و شاهجام فوتبال این کشور را به دست بیاورد. در تاریخ کوتاهش استقلال الکی 9 مرتبه چمپیون تاجیکستان شده، 8 مرتبه جام فوتبال این کشور و 10 مرتبه شاهجام را به دست آورده است.